ابو سفیانی که 1000 بت بیش از آن چه که بر بالای کعبه و اینا در درون خودش نگه داشته. ای کاش فقط این بت‌ها بیرون بود. ابو جهلی که بیش از 10 برابر این بت‌هایی که در دوروبر این طرف و اون طرف گذاشتن، بیش از اونها در درون گذاشته. حالا اینها رو چی کار کنه پیغمبر؟ اون بت‌ها رو میره فرض کنی که همه رو زد امیرالمومنین انداخت. اون بتی که در نفس است، اون بت‌هایی که در نفسه، اون کبریاییت ها، اون انانیت ها، اون ریاست ها، اون تومنی ها، اون بزرگ ها، اون مسائلیت، پیغمبر با اینها طرفه. ولی اون بتی که اون بالا خب میزنه میندازه دیگه. اون حضرت ابراهیم که زد انداخت، اونم میندازن تموم میشه دیگه. که این تموم نمیشه و جنگ را میندازه، جنگ احد را همین که این توه، همین که الان دنیا رو نگاه کنید، دنیا جنگ ها، بیابروها، ریاست ها، تومنی ها، و تو سر هم زدن ها و نقشه کشیدن ها. بدبخت داره میخوابه، نقشه فردا رو میکشه. این مال چه؟ بوتی نیست، بوت این توه، اینی که این توه داره انگولکش میکنه، نمیذاره بخوابه، نقشه میکشه، شب فردا برم اون کارو کنم، پس فردا این کار بکنم. اینا همه پیغمبر باید بیاد یکی سراغ اینا، این بت‌ها رو از این نفس، از این شکمایی که یکی بکشه بیرون. اون بت‌های کعبه که یه روزه همه رو انداخت، تموم شد. حالا نوبت اینهاست، بعد اینها رو یکی بکشه بیرون. حالا اگه در میاد دوم شطور به زمین میرسه، این در نمیاد. بعدم خب دیدید که جریان قدیر و فلان و بساطی که در آوردن. خب این هایی که من از اون اول معاملاتی که داشتن، این جلساتی که داشتن، فلان داشتن، اینها بعد از جریان قدیر و اینها اومدن نقشه کشیدن و فلان کردن، همه چی بود؟ اینا این تو همه بود. پیغمبر نتونست اینها رو نه اینکه نتوانست، پیغمبر وظیفه خودش انجام میده. پیغمبر وظیفه خودش انجام میده، ولی میگه میتونی تو بیرون بکشی، یا نگو نمیتونم بشینی پات رو اون پات بندازی. راشو نشون میده، موقعیت رو نشون میده. میتونی اینجوری این بتو بکشی بیرون، میتونی اینطوری خودت رو خلاص کنی، میتونی اینطوری خودت رو راحت کنی. راه داده، هر چیزی راه داده. اگر نتونی، خب پیغمبر شریعتش برای همه نیست، شریعتش برای عده خاصه، در حالی که شریعتش برای همه است. برای پیغمبر وقتی که میره در مکه و منزل همین ابو سفیان رو که رأس فتنه است مأمن قرار میده برای همه مشرکین. یعنی چی؟ یعنی میگه توی ابو سفیان با سلمان برای من فرق نمی کنی. تو هم بیای همین سلمان میشی، تو هم بیای سلمانی، تو هم بیای ابوذری، تو هم بیای مقدادی. همین ابو سفیان مقداده. بخوا راست رو بهت نشون میدم، یکی یکی اون بت‌ها رو در میاری، اونی که تو دلت در میاری، قشنگ میشی سلمان. بله میشی سلمان. ولی اون نه، اون میگه من میخوام با همین بت‌ها بمونم، با همین بت‌های در درونم حال کنم، با همین هایی که در درونم هست لذت ببرم، با همین هایی که در درونم هست انس بگیرم، با همین هایی که در درونم هست روز را به شب. پیغمبر میگه خب میخوای میل خودت، ما بهت گفتیم تو میتونی سلمان بشی، میتونی تو هم مقداد بشی، میتونی تو هم عمار بشی، میتونی. و از کجا اینها اول خودشون یه ابو سفیان نبودن؟ از کجا؟ کی گفت؟
آیا عمار از شکم مادر که به دنیا آمده بود، خب اون موقع حالا اون چیز یک نوع به اصطلاح اسمت که نمیشه گفت، طهارت ذاتی. حالا آیا اینها در دوران زندگیشون هیچ گناه نکردن، اشتباه نکردن؟ کردن مثل بقیه افراد. حالا کم و زیاد داره، بالاخره بالا و پایین داره، کم و زیاد داره بالاخره. یعنی هیچ در تمام مدت یه دفعه دروغ نگفتن، در تمام مدت یه دفعه مثلا خلاف نکردن. نه اینطور نبوده که خب میکنن. آدم دروغ میگه، توبه میکنه، خلاف میکنه، توبه میکنه. از خدا توبه رو برای چی گذاشته؟ اینکه صحبت در اینه که انسان آیا میخواد یا نمیخواد، این اختیاره. اگر میخواد پیغمبر راهشو گذاشته، ائمه راهشو گذاشتن، بزرگان راه رو گذاشتن، بسم الله در بیا. و راه هم هست، راه در آوردن هم هست. آدم هم میفهمه، میدونه، درسش هم خونده، عمل نمیکنه، این مصیبت.